سویچ اصلی برای روشن و خاموش کردن دستگاه. دکمه توقف اضطراری را در صورت خطر فشار دهید. دکمه شروع برای شروع مته. دکمه توقف برای متوقف کردن دستگاه. سویچ برای انتخاب محدود سرعت فقط در صورت ثابت بودن کار می‌کند. یک محدوده سرعت پایین‌تر، دو محدوده سرعت بالا. سرعت اهرم را تنظیم کنید. فقط زمانی کار می‌کند که دستگاه روشن است. صفحه نمایش رب. فقط زمانی چارت موتور رو لمس کنید که دستگاه کاملا ثابت باشه تا موتور رو ببنده. قطعه کار را محکم در گیره ببندید و در طول فرایند حفاری گیره را نگه دارید. گردان برای انجام فرایند حفاری. دستورالعمل‌های ایمنی: از عینک ایمنی استفاده نکنید. موهای بلند را به هم ببندید. احتمالاً از توری مو استفاده نکنید. جواهرات نپوشید. لباس گشاد نپوشید. نخ را از هودی بردارید. قطعه کار را محکم ببندید.